به خاطر سفر کاری به مناطق رشت بخصوص منطقه رشت شما را خیر مقدم میگویم. ما شما را از نام صاحبکاران با ننگ و ناموسی انمین دیار رشتان باور میکنیم که در اطراف انمین خواهر عزیز ما که شما به حیث رئیس ناحیه در ناحیه رشت تعیین نمودید زیچ متحد شده طبق هدایت های شما که هدایت های سازندگی و آبادکاری و بنیادکاری کمر همت بسته تمام تاجیکستان عزیز گل میشکنیم از جمله رشتان بزرگ. شکر این دم، شکر نعمت، شکر این خاک وطن، شکر استقلال و شکر صلح و وحدت در وطن. دو واژه استقلالیت و وحدت برابری عباره‌های مادر وطن عزیز مقدس و معتبر. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. نور دیده تاجیکستان استقلالیت این رسیدن به سرمایه ملت و مملکت و ممالکت. خوش آمدید. نور اینا فرزندان اینا فرزندان من نمیره رسیمه 105 نمیره دارم 44 تا عبیره دارم. از قزم برای همین شومی مکتب اومده است. چرا؟ کاری ثواب کردین فهمیدید؟ همه تون کاری ثواب کردین. 100 سالها دوام میکنند. رحمت این کاری ثواب، این کاری خیر. بعد 13 سال از اینجا یک انسانی کامل میبودن. شریعت هم همین میگه. تاجیکی که ذره اینا اگه ناموس داشته باشه، ذره قطره خون تاجیکی داشته باشه، باید برای وطنش، برای پیشرفت دولت و ترقیات کشورش سطح صفتی زندگی ملتی تاجیک سهمسار باشه. میگم رحمت به پدر و مادر هر اویله دارست. این از تربیه پدر اویله پدر و مادر وابستگی دارد. های آینده فرزنداشون کردن حرمت اگر فرزنداشون خوشحال میبینن. همین با سپارش دستور شما همین چه کار شما فرمی من تیار. اینجا میترس های زیبا است. هم برای خارجی هم برای خودمان. با ساجلا کنیم بود هوا اینجا در فصل تابستان خوبتر است. محترم جناب علی جبارزاده غیور از جماعت اتحاد تکوبه در دوره 50 میلیون برای خوانندگان مؤسسه تعلیمی به چنین شکل آماده نموده است. همزمان میدانچه ورزشی 17 کیلومتر خط آبی نوشابه برای مردم کشیده است. راه هم فرش کرده است با یک جوری فرزنداش. سلامت باشید. رحمت. نداره ما را قبول نه کار ثواب و خیر میشن. از اون چیزایی که ظاهر پرستی می 1000 مرتبه این مرتبهش بالاتر است. سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که روزهای 11 تا 14 سپتامبر در ناحیه‌های سنگبار، نورآباد، لخش، تاجیک‌آباد و رشت جریان داشت به انجام رسید. 14 سپتامبر سرور دولت از ناحیه رشت به شهر دوشنبه برگشتند. در فرودگاه ناحیه رشت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را راهبران و فعالان و یک گروه صاحبکاران ناحیه گرم و صمیمی گسیل نمودند. سرور دولت برای پذیرایی گرم انجام دادن کارهای آبادانی و جانبداری سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم مهنت قرین ناحیه رشت از جمله صاحبکاران همت بلند اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آنها را یکجا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت به ادامه و وسعت دادن تدبیرهای بنیادکاری برای استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. فعالان و صاحبکاران جمع آمده به سرور دولت وعده دادند که برای آبادی و شکوفایی دیار خویش من بعد نیز جهد و تلاش خواهند کرد.